آگوست سال 2021 تخمین ساعت 21:20 دقیقه راننده автомашین تمغه مرسدس بنز سمیف محمود دولت بیکوویچ سال تولدش 1997 ساکن شهر ترسون زاده هنگام حرکت از سمت شهر وحدت به سمت شهر دوشنبه در حدود جماعت گلستان نویه رودکی از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به درخت ارچه برخورده است. در نتیجه خود راننده سمیف محمود جراحت وزنی جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. مسافران داخل автомашین رسول و زلزله سال تولدش 2002 و رسول و نیلوفر سال تولدش 1998 ساکنان شهر راغون جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. از روی حادثه مذکور تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر جان باخته بیش از 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند. تنها در کمتر از یک هفته اخیر در 7 صدمه در راه‌های تاجیکستان دست کم 8 نفر از جمله 2 کودک خردسال سالهای تولدشان 2012 و 2019 به هلاکت رسیده، 9 نفر دیگر جراحت برداشتند.